از نتیجه خبر و اوازه‌ها اطراف ورزش رقم 1 جهان برنامه این نوبتینه فوتبال نیوز رو از شبکه تلویزیونی فوتبال آغاز میکنیم. برای منچستر در کام مشکلی‌ها غوطیده پرابلم‌های نو سازمان داده می‌شود. حملگر این دسته میسون گرین‌وود را کارمندان حفظ حقوق به شعبه پرسپاس بردند و در گمان است که او را جواب می‌دهند. او برای تجاوز و لطوکوب یک خانم، آنیقترش سابق دوست دختر خود خیریت رابسون گناهکار دانسته می‌شود. روز یکشنبه خانم رابسون در استوریز اینستاگرام خود عکس‌های حیران کننده را وارد ساخت. در آن عکس‌ها سر و روی خانم آلوده خون است و در بدنش ایزی آسیب‌های از غایت لطوکوب سخت سیاه شده مشاهده کرده می‌شود. خانم رابسون با واردسازی عکس‌های مذکور هشدار داده است که این عکس‌ها را برای آنها وارد ساختم که واقعاً می‌خواهند کی بودن گرین‌وود را فهمیده باشند. همچنین خانم رابسون یک اودیو ثبت که آنجا صدای لطوکوب شدن و یک نوع زورآوری از جانب گرین‌وود شنیده می‌شود وارد صفحه خود کرد. بعداً این خانم باز کل عکس‌های وارد کرده‌اش را توضیح کرد و چند از آن را باز دوباره برقرار نمود. مقامات پلیس فوتبالباز را به شعبه حفظ حقوق بردند و نسبت فوتبالباز تحلیل و تشخیص را آغاز نمودند. دسته منچستر در اول یک نوع احتیاطکارانه نسبت این موضوع رفتار کرد. آنها گفتند که ما جناب گرین‌وود را تا آنکه که دلیل‌های قانع کننده پیدا نشود به هیچ وجه مجازات نخواهیم کرد. ولی بعد چند باشگاه خبر داد که میسون گرین‌وود با سبب کشمکشی‌های سودی از تمرین‌ها و بازی‌ها آزاد کرده می‌شود. طبق قانونگذاری‌های بریتانیای کبیر اگر جنایت گرین‌وود به طور 100% اثبات شود پس او را از 5 تا 7 سال محرومی از آزادی انتظار است. این البته حادثه ناخوش برای گرین‌وود است ولی رالف رنگنیک راه‌های او را از دست راندن را می‌جوست که پیدا شد. شاید ما آخرین موسم بازی‌های گارت بیل رو می‌بینیم. اطرافیان بازیگر مصلحت می‌دهند که بیل با انجام شرطنامه همچنین کارنامه ورزشی‌اش را در باشگاه شاهانه خاتمه بخشد. ولی آنها خواستار ارزنده از فوتبال برآمدن ویلسی هستند. خویشاوندان فوتبالباز می‌خواهند که او برای ادامه رقابت‌های لیگ چمپیون‌ها با همدستگانش کمک رساند. اگر منتخب ویلز با چمپیونات جهان راه نیابد پس گارت بیل کارنامه فوتبالی‌اش را تابستان جنبست میکند. هرچند برای این بازیگر شانسی از نو نشان دادن هست ولی او استفادهش نمیبرد. کارلو آنچلوتی با وی یگان مشکلی ندارد و خواستار هرچه زودتر به میدان آمدن بیل است ولی هیچ آسیب‌های پی در پی نمیگذارند که بازیگر دماغ سوخته بار دیگر در فوتبال تحولات نماید. آخرین بازی که بیل در صف گرزمانی‌ها داشت ماه اوگوست بود. همینطور او آسیب برداشت و بعدا به دام کرونا ویروس افتاد و بهانه فعلیش از خلل رسانیدن کیم کدام یک احساس درد در ستون مهره‌اش میباشد که او نمیخواهد به میدان براید. خلاص آخر شرطنامه را انتظار است و تابستان دست خیرباد خود را بلند خواهد برداشت. هرچند ما گمان کردیم که بیل 2 سال پیش کریر فوتبالیش را جنبست کرده است. کارلو آنچلوتی باید درس مربیگی خواند وگرنه دیگر اجازه کار نمیدهند. معلمی که مکتب بزرگترین فوتبالی را درس میدهد باید درس مربیگی خواند. منطق کجاست؟ گپ سر آن است که روز 31 دکبر مهلت اجازتنامه مربیگی کارلو آنچلوتی خاتمه یافت و اویفا به او هشدار داد که به پیشنهاد نو اجازتنامه او حقوق ندارد که فعالیت مربیگی نماید. از این رو اساسیاسیون فوتبال اروپا با او مهلت داد تا برای گرفتن اجازتنامه نو فوراً کورس مربیگی گذارد. متخصص 62 ساله را میباید بعد انجام کورس مخصوص امتحان سپارد و در صورت از امتحان نگذشتن او نمیتواند در این وظیفه کار نماید. فدراسیون فوتبال اسپانیای شاهی هنگام ارسال نامه به عنوانی باشگاه شاهانه قید کرده است که در صورت سرکشی و یا رد کردن با اساسیاسیون فوتبال اروپا راضی می شود. آدمانی با PSG نو مخلص شده خدا میگویند که از امتحان نگذرد. نیم حمایتگر دسته تازه مشهور دسته لوکوموتیو نایر تکنیزیان در یک صحبت با ژورنالیستان از همتای از روی اعتبار به قول میلیارد مرتبه از او برترش کریستیانو رونالدو توصیف زیاد کرد.
چون میلیون ها فوتبالباز دیگر دنیا برای او هم عجیب بوده است که پشت موفقیت های هنگفت کریستیانو رونالدو چی سر پنهان است. از او پرسیدند که با کی میخواهد در یک دسته بازی کرده باشد. او جواب داده است که من از حد زیاد میخواهم در یک دسته با کریستیانو رونالدو بازی کرده باشم. اینم به خاطر اون است که اقلا یک روز ببینم که این آدم چی کار میکند، چی خیلی کوشش مینماید و چی خیلی برقرار و چی کارهای میکند. حیاتی اون نمونه جدی است، باید اون رو تجربه کرد. تکنیزیان همچنین در مورد اونه که ضد کی بازی کردن میخواهد چنین ابراز اندیشه کرد. من ضد بسیاری ها بازی کردن میخواهم، مثلا میخواهم ضد کلیان امباپه بازی نمایم، فقط میخواهم در میدان مقایسه کنم که چه خیلی سرعت میگیری. من زیاد میخواهم که از نزدیک صورت بلند آدم رو ببینم، گفته است نایر تکنیزیان. نایرکا شانسی با رونالدو بازی کردن رو دارد. منچستر با این بازی ها گمانم سال آینده در لیگ اروپا بازی میکند و لوکوموتیو باشد در چمپیونات روسیه در مقام ششم است. کمتر کوشش کند سال آینده با منچستر بازی خواهد کرد. بازی‌های مرحله یکچار نهایی جام ملت‌های آفریقا خاتمه یافت و مثل که آخر چمپیونات خیلی عجیب صورت می‌گیرد. اکنون نظر کنید به آمار قهرمانی فوتبال دیروزه محمد صلاح لیدر منتخب مصر در آخرین بازی دور یکچار نهایی مقابل منتخب مراکش هم گل زد و هم پاس گل‌آور داد که با نتیجه 2-1 مصری‌ها دسته اشرف حکیمی را شکست دادند. محمد صلاح در دقیقه 53 گل اول منتخب مصر را زد و با سبب مساوی انجام یافتن بازی کار تا دقیقه های علاوه گرفت و در دقیقه 100 صلاح باز یک امکانیت خوب گلی را به همدستش محمود حسن با تخلص تریزگه به میان آورد که نتیجه اش گل شد و مصر به مرحله نیم نهایی رفت. برای 29 ساله مصری 25 گل در موسم فعلی به حساب می رود که این شمار گل را در 31 میدانداری به هدف رسانید. همچنین او چند جایزه بهترین فوتبالباز سال را به دست آورد و او راه توپ طلایی را طی میکند، ولی متاسفانه در آخر راه پیش او را یا رونالدو میگیرد یا مسی. یک دسته فوتبالی چمپیونات لاتویا با نام ریسکای فوتبال شکولا با ماجرای دسته جمعانه گرفتار شدند. آنها هنگام برگشت از یک بازی به صدمه دچار گردیدند. گپ سر آن است که این دسته برای بازی رفیقانه به سفر رفته بودند و هنگام برگشت اتوبوس پر از فوتبالبازان با سبب برف زیاد در راه با یک اتوماشین سبکرو برخورد کرد که در نتیجه اتوبوس به قول چپگردان شد. این را باشگاه RFC اظهار داد و آنجا گفته شده است که خوشبختانه کسی از شخصان داخل اتوبوس بوده نفوتیدند، ولی آسیب‌های جدی به قید گرفته شد. دو بازیگر و یک کارمند باشگاه در جای حادثه به یاری اول نیاز پیدا کردند که با کمک طبیبان محلی در حال به بیمارخانه نزدیکترین انتقال داده شدند. چند نفر دیگر در حالت شوک و یا سکته روانی قرار داشتند که با مرور وقت خود را خوب احساس میکنند. تنها یک نفر دیگر بینیش را جراحی کرد و دیگر کل هیئت کارمندان و فوتبالبازان برای تمرین آمادگی گرفتند. گفته شده است در عریضه پیشنهاد کرده باشگاه. حمله‌گر دسته منچستر یونایتد با جوانان دسته صلح کرد. گفته می شود که بعد مصاحبه آخرین رونالدو که آنجا پرتغالی نسبت فوتبالبازان جوان این دسته انتقادهای زیاد را روا دید، دیگر مناسبت جوانان نسبت رونالدو تغییر یافت. همین روز رسانه‌های ورزشی از آن خبر دادند که کریستیانو رونالدو نهایتاً با گروه فوتبالبازان MU در شبکه واتساپ همراه شد و مقصد باز هم از نزدیک آشنا شدن او با جوانان بوده است. در این گروهی که رونالدو همراه شد همچنین مارکوس رشفورد و جسی لینگارد که با پرتغالی از همه زیاد نزدیکترن همراهند و جوانان دیگر از قبیل انتونی الانگا و جیمز گارنر که رونالدو مخصوصا تنقیدهای خود را جانب هر دوی او روان کرده بود شامل گروهند که همکنون رونالدو توسط واتساپ با آنها مصلحت می‌دهد. مقصدهای همراه شوی فوتبالباز را با این گروه یک کارمند باشگاه چنین شرح داد که رونالدو خودش خواست با یک واسطه با همدسته‌هایش باز هم نزدیکتر شود. اگر مشکلی این باشگاه در واتساپ باشد کاری حل شونده است. با همین تمام، تا دیدار، خیر.